حالا بعضی در شبکه‌ها می‌بینیم بعضی میگن مسلمان‌ها عقب مونده. برادران عزیز، مسلمان عقب مونده نیست. مسلمان فقط بعضی از مسلمان‌ها با کشورهای اسلامی که در سطح خیلی بلند و تمام تکنولوژی و تمام پیشرفت‌ها رو دارن که بر وقت میخیزن، مهنت میکنن، زحمت میکشن، خیلی با کامیابی ها رسیدگی هستن. حالا بعضی کشورهایی که حیوان پرستن و پیشاب حیوان رو هم مینوشن، اونا هم خیلی پیش رفتن. اونا هم مسلمانن، حیوان پرستن، نام نگیرن، حیوان میپرستن و پیشاب حیوان رو مینوشن. لیکن چقدر دولت پیشرفته ترقی کرده است، مردم هم ترقی کرده است. چرا؟ بخاطر که مهنت میکنن. گپ سر دین و دینداری نیست. دین برای تو از آسمان طلا نمیارد. دین تو رو میگوید که آداب داشته باش، اخلاق داشته باش، پروردگار یکه و یگانه تو رو باور داشته باش، توحید باش، موحد باش، یکه پرست باش. مهنت کن، توکل به پروردگار کن، مهنت و زحمت بکش. پروردگار برکتت میدهد، عزتت میدهد، سعادتت میدهد، سعادت دنیا و آخرت رو برات میدهد. در نتیجه مهنت انسان به جای میرسد. پروردگار مهنت هیچ کس رو ضایع نمیکند. همونه که منکری پروردگار است، منکری الله است، منکری قیامت هست، همون رو هر چقدر که مهنت زیاد کند، همون رو همون قدر زیاد برکت میدهد. اگر ندهد چی؟ عزایه، یعنی بخل پیدا میشود در ذات پروردگار. و پروردگار بخیل نیست، پروردگار ظالم نیست و هیچ کس ظلم نمیکند. مهنت همه رو قدر میکند، هر کسی رو به قدر مهنتش میدهد. مسلمانان رو بعد چی؟ مسلمان عقب مونده. مسلمان عقب مونده نیست. ولی همون عقب مونده مسلمان هم چنون قناعتمند و راضی و خشنود و خوشحال زندگی میکند که بایترین اونها همین خوشحالی و همین قناعتمندی و روزگی رو ندارد. هم خلاص نیست. گپ سر دینداری نیست، گپ سر دینداری نیست، گپ سر مهنت است. جوانای عزیز، مهنت کنید. بیکاری بیماری هست. مهنت کنید، زحمت بکشید.